بمب اتم چگونه ساخته میشه؟ به زبون ساده. از روش انفجار و شدت تخریب تا تفاوت بمب‌های هیدروژنی برای تولید بمب هسته‌ای به یک سوخت شکافت پذیر، یک وسیله راه انداز و روشی که اجازه دهد تا قبل از اینکه بمب خاموش شود کل سوخت شکافته یا گداخته شود. بمب‌های اولیه با روش شکافت هسته‌ای و بمب‌های قوی‌تر بعدی با روش گداخت هسته‌ای تولید شدند. بمب اتم که به اون بمب اتمی یا بمب هسته‌ای نیز گفته می شود، سلاحی است که با قدرت انفجاری بزرگ که ناشی از آزادسازی و انتشار ناگهانی انرژی در هنگام شکافت هسته یک عنصر سنگین مانند پلوتونیوم یا اورانیوم است. اولین آزمایش بمب اتمی در نزدیکی نیومکزیکو 16 ژوئیه 1945 آزمایشگاه ملی جاک آبی لوس آلاموس صورت گرفت. جزئیات و اثرات بمب‌های اتمی. یک اتم در ساده ترین مدل از یک هسته الکترون ها در حال چرخش تشکیل می شود. خود هسته از پروتون و نوترون ساخته شده است. پروتون ها دارای بار مثبت هستند. نوترون ها در کل فاقد بار بوده و الکترون ها با بار منفی که دارند نسبت پروتون به الکترون همیشه 1:1 است. به طوری که اتم به عنوان یک مجموعه بار خنثی داره. به عنوان مثال یک اتم کربن 6 پروتون و 6 الکترون داره. بعضی از عناصر ناپایدار هستند و مدام در حال فعل و انفعال و واکنش هستند. عناصر مانند اورانیوم، پلوتونیوم، رادیوم و غیره از این دست هستند. هنگامی که تحت شرایطی خاص یک نوترون به هسته اتم ایزوتوپ های اورانیوم منفی 235 یا پلوتونیوم منفی 239 برخورد می کند، باعث می شود که هسته به 2 قطعه تقسیم شود که هر یک هسته‌ای به حدود نیمی از پروتون ها و نوترون های هسته‌ای خواهند. در فرایند تقسیم مقدار زیادی انرژی حرارتی و همچنین پرتوهای گاما و 2 یا چند نوترون آزاد می شود. تحت شرایط خاص نوترون ها آزاد شده هسته های اورانیوم اطراف را می شکافند که به همان صورت نوترون ها بیشتر منتشر و آزاد می شوند و در نتیجه هسته های بیشتری نیز شکافته می شوند. این سلسله از شکافت ها با سرعت زیاد و در یک واکنش زنجیره‌ای رخ میده و باعث میشه که تقریبا تمام مواد شکافت پذیر مصرف بشه. در این فرایند تولید انفجار، آنچه که ما به عنوان یک بمب اتمی میشناسیم، حاصل میشه. یعنی آزادسازی مقدار بی‌نهایت زیادی انرژی گرمایی و پرتوی خطرناک و مخرب گاما در کسری از ثانیه. انرژی هسته‌ای به 2 روش تولید میشوند. یک، شکافت هسته‌ای. در این روش هسته یک اتم توسط یک نوترون به 2 بخش کوچکتر تقسیم می شود. در این روش غالباً از عنصر اورانیوم استفاده میشه. 2. گداخت هسته‌ای. در این روش که در سطح خورشید هم اجرا میشه، معمولاً هیدروژن ها با برخورد به یکدیگر تبدیل به هلیوم میشوند و در این تبدیل انرژی بسیار زیادی به صورت نور و گرما تولید میشه. اما طراحی بمب‌های هسته‌ای برای تولید بمب هسته‌ای به یک سوخت شکافت پذیر یا گداخت پذیر، یک وسیله راه انداز و روشی که اجازه دهد تا قبل از اینکه بمب خاموش شود کل سوخت شکافته یا گداخته شود نیاز است. بمب‌های اولیه با روش شکافت هسته‌ای و بمب‌های قوی‌تر بعدی با روش گداخت هسته‌ای تولید شدند. ما در این بخش 2 نمونه از بمب‌های ساخته شده رو بررسی می‌کنیم. بمب هسته‌ای. 1. بمب هسته‌ای پسر کوچک که روی شهر هیروشیما و در سال 1945 منفجر شد. شماره 2. بمب هسته‌ای مرد چاق که روی شهر ناکازاکی و در شهر 1945 منفجر شد. بمب گداخت هسته‌ای که در ایسلند و به صورت آزمایشی اون هم در سال 1952 منفجر شد. بمب‌های شکافت هسته‌ای. بمب‌های شکافت هسته‌ای از یک عنصر شبیه اورانیوم 235 برای انفجار هسته‌ای استفاده می‌کنند. این عنصر از معدود عناصری است که جهت ایجاد انرژی بمب هسته‌ای استفاده می‌شود. این عنصر خاصیت جالبی داره. هرگاه یک نوترون آزاد با هسته این عنصر برخورد کند، هسته به سرعت نوترون رو جذب می‌کنه و اتم به سرعت متلاشی میشه. نوترون‌ها آزاد شده از متلاشی شدن اتم، هسته دیگر رو هم متلاشی می‌کنه. زمان برخورد و متلاشی شدن این هسته ها بسیار کوتاه است، حتی کمتر از میلیاردم ثانیه. هنگامی که یک هسته متلاشی می شود، مقدار زیادی گرما و تشعشع گاما آزاد می کند. مقدار انرژی موجود در 1 پوند اورانیوم معادل 1 میلیون گالون بنزینه. روش رها کردن گلوله در بمب اتم. در این روش یک گلوله حاوی اورانیوم 235 بالای یک گوی حاوی اورانیوم قرار دارد.
هنگامی که این بمب به زمین اثبات می‌کند رویدادهای زیر اتفاق می‌افتد. 1. مواد منفجره پشت گلوله منفجر می‌شود و گلوله به پایین می‌افتد. شماره 2. گلوله به کره برخورد می‌کند و واکنش شگافت هسته‌ای رخ می‌دهد. شماره 3. بمب منفجر می‌شود. در بمب هیروشیما از این روش استفاده شده. اما روش انفجار از داخل. در این روش که انفجار را از داخل گوی صورت می‌گیرد، پولونیوم منفی 239 قابل انفجار توسط یک گوی حاوی اورانیوم منفی 238 احاطه شده است. هنگامی که مواد منفجره داخلی آتش گرفت، رویدادهای زیر اتفاق می‌افتند. 1. مواد منفجره روشن می شود و یک موج ضربه‌ای ایجاد می کند. شماره 2. موج ضربه‌ای پلوتونیوم را به داخل کره می فرستد. شماره 3. هسته مرکزی منفجر می شود و واکنش شگافت هسته‌ای رخ می دهد. 4. بمب منفجر می شود. بمبی که در ناکازاکی منفجر شد از این شیوه استفاده شده. یعنی در این دو اتفاق دو روش متفاوت بمب هسته‌ای منفجر شد. اما اثرهای بمب هسته‌ای: انفجار یک بمب هسته‌ای روی یک شهر پرجمعیت خسارات وسیعی به بار میاره. درجه خسارات به فاصله از مرکز انفجار، یعنی همون بمب که کانون انفجار نامیده می شود، بستگی داره. اما زیانهای ناشی از انفجار بمب هسته‌ای عبارتند از موج شدید گرما که همه چیز رو میسوزونه، فشار موج، ضربه‌ای که ساختمون‌ها و تأسیسات رو کاملا تخریب میکنه، تشعشعات رادیواکتیویته که باعث سرطان میشن، بارش رادیواکتیو، ابری از ذرات رادیواکتیو که به صورت غبار و توده های سنگ های متراکم به زمین برمیگردد. در کانون انفجار همه چیز تحت دمای 300 میلیون درجه سانتیگراد تبخیر میشه. در خارج از کانون انفجار اغلب تلفات به خاطر سوزش ایجاد شده توسط گرما و به خاطر فشار حاصل از موج انفجار ساختمان‌ها و تأسیسات خراب میشوند. در بلند مدت ابرهای رادیواکتیو توسط باد در مناطق دور ریزش میکنه و باعث آلوده شدن موجودات، آب و محیط زندگی میشود. دانشمندان با بررسی اثرات مواد رادیواکتیو روی بازماندگان بیماران ناکازاکی و هیروشیما دریافتند که این مواد باعث ایجاد تهوع، آب مروارید چشم، ریزش مو و کم شدن تولید خون در بدن می شود. در موارد حادتر مواد رادیواکتیو باعث ایجاد سرطان و نازایی هم می شود. سلاح‌های اتمی دارای نیروی مخرب باور نکردنی هستند. به همین دلیل دولت‌ها سعی دارند تا بر دستیابی صحیح بر این تکنولوژی نظارت داشته باشند تا دیگر اتفاقی بدتر از انفجارهای ناکازاکی و هیروشیما رخ نده. یعنی استفاده از اون رو حتما میخوام داشته باشیم. اما سخن پایانی: اولین بمب اتم به کار گرفته شده تاریخ در جنگ جهانی دوم از سوی امریکا علیه ژاپن به کار گرفته شد. 6 اوت 1945 شهر هیروشیما و 9 اوت شهر ناکازاکی در ژاپن هدف حمله اتمی آمریکا قرار گرفت. این بمب ها با مواد رادیواکتیو پلوتونیوم و اورانیوم تولید شده بودند. روبرت اوپنهایمر، دانشمند آلمانی تبار امریکایی، به عنوان پدر بمب اتم شناخته می‌شد. انفجار بمب اتم انرژی فوق‌العاده زیادی رو در قالب حرارت، فشار و اشعه آزاد می‌کند. در مدت زمان کوتاهی پس از انفجار صدها هزار نفر می‌توانند جانشان را از دست بدهند و تمام منطقه اطراف محل انفجار به صحرای خشک تبدیل بشه. تشعشعات رادیواکتیو همچنین باعث بروز بیماری‌های فراوانی در دراز مدت میشه. 5 کشور با بزرگترین توانایی هسته‌ای که بمب هیدروژنی و اتم دارند عبارتند از ایالات متحده آمریکا، روسیه، فرانسه، انگلیس و چین. این بود از خلاصه ای از تشکیل بمب اتم و قدرت و انفجار اون. خیلی ممنون که با هم تا اینجا بودید. لایک و کامنت و سابقتون نره. دوست داشتیدم به رفقاتون معرفی کنید. شامگاهتون نیک باد. بوس بوس.